بسیار خوب. در این لحظه مهمترین بخش آموزش شما شروع می شود. یعنی هرچی تا اینجا شما آموزش دیدین یک طرف، از این لحظه بعدش یک طرف. میخوایم یک مانور انجام بدیم. ها و گویی که این مانور یعنی چه؟ مانور شومپت. مانور یعنی تمرین و طراحی یک عملیات جنگی. جنگ با دشمن فرضی. من و میرم برای جنگ با دشمن فرضی. حالا این چطور بیده؟ به این طریق بوده که شما باید اون تپه استراتژیک را تصرف کنید. اون تپه اسمش چمچال تپه بیده. تپه استراتژیک پشت اون بیده. خیلی خوب، بسیار خوب. هدف ما تصرف همون چمچال تپه می باشه. بدون تکلیف نمیتونه درست تصمیم بگیره. هی حرفش عوض اینجا روستای ما هستن. اینجا یک جاده داره، دو تا تقریبا یک جاده داره. این جاده از اینجا این تپه، اینم بیابون و دشته. ببینم ما دو گروه میشیم. یک گروه شما با سرجوخه، شما با من میاییم. به این ترتیب که یک تعدادی ما از اون ور، از اون نقطه ب حرکت میکنیم، میریم اونجا نقطه اون طرف که نقطه بی باشه، از اونجا سی آ، از اونجا از آ میریم به بی. حواس دشمن را پرت میکنه. حواس دشمن که پرت بشه، یک جوره البته باید بریم که نبینه ما را. او حواسش اون ور هست. یک تعدادی از این ور میریم اونجا، تپه را محاصره میکنیم و چیکار میکنی؟ پرچم اونجا به اهتزاز در میاری. با دشمن فرضی میجنگی. ببخشید اون وقتی این تفنگ فرضی هم ندارن، این دشمن فرضیه. تفنگاش هم نه دیگه، دشمن فرضیه دیگه، تفنگ نداره. ببینم یعنی دشمن فرضی تفنگش هم فرضی بید دیگه. باریکالله. حالا ممکنه یه وقت دشمن فرضی تفنگ واقعی داشته بید. اون وقت چی بشه؟ راست بگو. ما به دشمن فرضی تفنگ واقعی نمیدیم. خیالت راحت باشه. حالا یه وقت آمد اشتباهاً دامن حلقته! بسیار خوب، مانور الان شروع میشه. بریم ببینیم چه کار میکنید. از توی این جاده بیا. دشمن فرضی الان نگاه نکنه. قایم بشو. قایم. تو بخوا پشت این تپه. خدا اینا چقدر آخه شومپت هستن. سرجوخه من از دارن دیوانه میکنن. نایی که تحمل قربون آقا تو اونجا سنگر بگیر. شما خودت تحمل کنین درست میشه. تو بده و تفنگ بده، من لااقل یک تیر تو پای همین بزنم. این من از میان بردارم، بقیه عبرت بگیرم. بده تفنگ. نه خوبیت نداره یاور خان. بالاخره شما عادت میکنید. شما هم بیدی نیستید که با این بادا بلرزید. غلط کردن من اینا رو آدم میکنم. حالا اجازه بفرمایید در بیان آدم نکنم، من تو نباشم. یک بلای من سر اینا در بیارم. اینا منو بیچاره کردن. آخرش من یکی از اینا رو میذارم میکشم. حتما نگران خیلی خطرناک میتونه. و گویم که ایده ما اینا را رفتیم جاده را تصرف کردیم. مو پرچم اونجا از خودش اهتزاز در بکنه. خدای توبه. خیلی خوب آقا جان، خیلی خوب. راه بیفتین آقا. شما از اون ور راه بیفتین، شما از این طرف راه بیفتین، بریم به طرف تپه بریم. چه غلطی میتونیم بکنیم ما؟ حرکت کن. خودم دشمنو بکشم. بده تا پشت تن. خب چی میخورین؟ من نخود گلاسه بخوام. 2 تا نخود گلاسه لطفا. خیلی بعد از ظهرهای برره خوبه، خیلی آرامش داره. من این بعد از ظهرهای برره رو با هیچ چی عوض نمیکنم. منم به خاطر همینه که اینجا رو با هیچ جای دنیا عوض نکنم. ای کاش میشد که پدرم رو راضی کنم دوباره برگرده اینجا. بوات مرد خوبی بید، فقط یکم چرمنگ بیدم. اصلا دوست ندارم به پدرم توهین میکنید.
چی بی دنبال بهانه بگردی ها و خواهی یه زن دیگه بگیری ها 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 زن کدوم خانم؟ پس چه؟ یادت ورفته هفته پیش ورفتیم پیش بلقیس ازت بپرسید حالت چطور بید و گفتی خوب بیدم؟ که چی؟ چرا نه و گفتی خوب بودم و خواستی صمیمیت اضافه از خودت در بکنی ها؟ ای بابا خانم بعد از ظهرمون خراب نکن دیگه نشستیم یه نخود گلاسه بخوریم. ببین شیر فرادینا اومدن مثل که بلایی سرشون اومده. خودم جلوشونو بگیرم. دیگه تموم بشد معلی جک، ما نجات یافته بیدیم. برو عمه خاک بچو شیر فرهاد چرا شده؟ شیر فرهاد چی شده؟ با من حرف بزن. غافلگیر و شدیم، شکست و خوردیم. از کی شکست خوردین؟ از همین دشمن فرضی. ای جان نثار ما رو رفلو و داد به دشمن فرضی، من ودونم. بعد همی ملول و او یکی اینا گم شدن، فکر کنم اسیر وی گوشلنس جه. بدبخت شدیم. ای بابا این نخود گلاس هم خوشمزه بیدار. بله خیلی خوبه دو اینا. تا دیگه از این وده. آقا من چه کار کنم از دست ایشون پیدا؟ من موندم که اینا چجوری زنده موندن با این عقل حجم عقل اینا اندازه یک نخود نیسته. عیبی نداره قربان. بنده کاملا درکتون میکنم. بگو همی آور تورل و فرمایید نخود گلاسه. ببند حلقتا. قربان عادت میکنیم، اینا همینجوری هستن. همه کسیر تو هستم. تو اگر میذاشتی که من یک تیری بزنم تو پای این نامرد دل من خنک میشد، این بلا سر من نمیاد و تو نمیذاری که من اینا رو آدم بکنم. البته چرا آدم میکنم؟